خدمات ضد مونوپولی و یا ضد انحصاری تاجیکستان به شرکت بیلاین دستور داده است طرفای جنجالی همه جا یا لوبای جا را برهم بدهد. در نشست خبری خدمات گفتند طرفای همه جا موافق به معیارهای رقابت عادلانه در میان شرکت‌های تلفنی کشور نیست و باید خاتمه داده شود. عین زمان در نشست خبری روز 23 ایول گفتند که قیمت تحصیل در دانشگاه‌های تاجیکستان از سال نو تحصیل بالا می‌رود. البته بالاروی هستند، ما تو 10% اساساً با بالاروی نرخ در خدمات‌های کلاکی سال مشابه و رسیدگی هستند. تو 10% با ما اصلا نمیخونشم به نظر البته با سپتامبر هستند، همین موارد که از ما مفخر رسیدگی هستند و با مفخر رسیدگی هستند. ما تو 10% بالانس شدگی هستند. همکارم عبدالله اشور در نشست خبری خدمات ضد انحصاری حضور داشت و صحبت امروزه با عبدالله است. عبدالله رهبران خدمات ضد انحصاری درباره طرفه جنجالی همه جای شرکت بیلاین چه گفتند که مخالف کدام معیارهای رقابت بوده است؟ در دایره این طرفه مشتریان بیلاین قبلا امکانیت داشتند که با پرداخت 50 درهم همگی در یک روز به تمام رقم‌های دیگر شرکت‌های موبیلی تاجیکستان بدون پرداختن هیچ مبلغ زنگ بزنند. اما این طرفه شرکت بیلاین از روز پیدایشش خیلی بحث برانگیز شد، چون که نخست شده کمیته زبان و اصطلاحات جمهوری تاجیکستان در پی یک تفتیش معین کرد که نام این طرفه مغایر به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی است و به شرکت بیلاین اعتراض کرد و طلب کرد که نام این طرفه را عوض کنند. شرکت بیلاین پس از صدور این امرنامه کمیته زبان و اصطلاحات نام این طرفه بحث برانگیزش را به همه جا عوض کرد، اما بعداً چون قیمت این طرفه نهایت پست بود، بالاخره پس از امر خدمات ضد انحصاری شرکت بیلاین مجبور شد این طرفه را بندد و به بودجه کشور حدود 120,000 سامانی درآمدی که از این طرفه به دست آورده بود همچون جبران ضرر پرداخت می‌نماید. عبدالله در این نشست همچنین گفتند که قیمت تحصیل در دانشگاه‌ها بالا برده می شود. سبب این قرار چی هست؟ آدینه زاده معاون رئیس این خدمات گفت در بازار مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان تا یک اندازه ببندباری وجود دارد، چون که مردم آن اختصاص های انتخاب میکنند که در بازار مهنت طلبات ندارد، اما اختصاص هایی که در بازار مهنت طلبات به آنها زیاد وجود دارد خوانندگان انتخاب نمیکنند. از این رو مؤسسه های عالی تاجیکستان، مکتب های عالی تاجیکستان مجبورند که نرخ تحصیل را به فاکولته هایی که طلبات به آن زیاد است بالا ببرند و از این حساب معاش معلمانی که در اختصاص هایی که در آن طلبات کم است جبران بکنند. تشکر. همکارم عبدالله اشور از دوشنبه صحبت میکرد.